هموطنان عزیز، به مناسبت عید سعید قربان که روز 24 سپتامبر فرا می‌رسد، همه شما و کل هموطنان برون مرزیمان را صمیمانه تبریک گفته به خاندان هر فرد وطن آرامی و آسایش، روزگار آباد و فیض و برکت آرزو می‌نمایم. به شرافت صاحب استقلالی و فضای آرام و آسوده کشورمان، مردم ما مراسم و سنت‌های دینی و مذهبی خود را آزادانه اجرا می‌کنند. عید قربان از جمله ارزش‌های مقدس سنتی مردم مسلمان ما بوده، آدمان را به کارهای خیر و سخاوت و عملهای نیک هدایت می‌نماید و در قلب هر فرد مسلمان نهال مهر و محبت را نسبت به همدیگر ریشه‌دار می‌سازد. این عملهای خیر در نوبت خود با پایداری صلح و ثبات کشور، آرامی و آسایش جامعه و تحکیم وحدت و همدیگر فهمی مردم ما مساعدت می‌رسانند. زیرا خود این عید سعید بر پایه آرمان‌های بشردوستی و انسان پروری و شفقت و برادری ظهور کرده است. عید قربان با همین خصوصیت‌های نیک و انسان دوستانش در میان مردم شریف تاجیکستان و دیگر مسلمانان دنیا مقامی بسا ارزشمند دارد. جوهر اساسی عید قربان را تلقین ارزش‌های انسانی، پاس خاطر گذشتگان، عیادت پیوندان و خویش و تباران، اظهار همدردی به عزاداران و خیر و احسان به یتیمان و معیوبان، درماندگان و نیازمندان و عائله‌های کم بضاعت تشکیل می‌دهند. امروز ساکنان کشورمان با شکرگزاری از دوران استقلالیت و از برکت صلح و آرامی و ثبات کامل سیاسی در برابر زحمت سازنده و آبادگرانه به انجام دادن عملهای خیر اعتبار بیشتر می‌دهند و با این اقدام خود صاحب ثواب زیاد می‌گردند. واقعاً دین مبین اسلام سرچشمه ادب، مخزن بزرگ پند و نصیحت و ترغیب نیکی و نکوکاری است. بنابراین هر یکی ما باید با ارزش گذاشتن به این ارزش‌ها با علم و فرهنگ، جوانمردی و سخاوتمندی و اخلاق حمیده خود نمونه عبرت باشیم و برای اعمار یک جامعه پیشرفته و سالم سعی و تلاش نماییم. خصوصاً در شرایط تعارف تیز و تند گردیدن روند جهانی شوی که بعضی قواهای ناسالم دین مبین اسلام را همچون واسطه انگیزش‌های سیاسی و عملی نمودن منفعت‌های گروهی استفاده می‌برند، ما را ضرور است که زیرکی و هوشیاری را از دست ندهیم. اینچنین ارزش‌ها و فرهنگ انسان پرورانه اسلام را با منفعت ثبات جامعه و دولت، تحکیم و پایداری اخلاق و رشد بامرام معنویات مردم و در نوبت اول نورسان و جوانان روانه نموده در قلب آدمان احساس دوستی و رفاقت، مهر و شفقت، خیر و سخاوت و تحمل و وحدتگرایی را گسترش بخشیم. وابسته به این صفت‌های بشردوستانه دین مبین اسلام می‌خواهم خاطر نشان سازم که یکی از آیین‌های عید مبارک قربان، یعنی قربانی کردن و ذبح چاروا، تنها به شخصان روا دانسته شده است که امکانیت مالیوی از تأمین خانواده‌شان بیشتر دارند. به دیگران به نام خداوند و نزدیکان و اقربا دعا و درود فرستادن و انجام دادن دیگر عملهای خیر و صالح
وابسته به سطح زندگیشان کار ثواب به حساب می رود. بزرگان ما بیهوده حتی با یکدیگر سخن نیک گفتن، رفتاری شایسته داشتن و دل کسی را شاد گردانیدن را بهترین صدقه و خیرات نگفتند. اطمینان کامل دارم که در پایه صفتهای عالی این عید سعید شخصان همت بلند و سخاوت پیشه به یتیمان و معیوبان، به پرستاران و محتاجان و شخصان کم بضاعت کمک کرده با این عمل خیر و بشردوستانه خود صاحب ثوابی زیاد می گردند. در وطن محبوب ما تاجیکستان عید قربان همیشه در فضای احسان و شفقت و آرامی و آسودگی برگزار گردیده. خرد و بزرگ کشور همدیگر را با مهر و محبت خاصه تبریک میگویند و از وحدت ملی، صلح و ثبات و دوستی و رفاقت شکرانه میکنند. خاطر نشان می نمایم که یکی از رکنهای دین اسلام امتیاز معنویات بر مادیات بوده، آن در محور صفای باطنی و پاککاری اخلاق و نفسانیت انسان و جامعه و قناعت و صرفه‌کاری قرار دارد. بزرگان ما در این باره پند و اندرس‌های زیادی گفته اسرافکاری را مذمت نمودند. مثلا عنصر معالی کیکاووس در قابوسنامه تاکید می نماید که خرج به اندازه دخل یعنی درآمد باید باشد تا نیازمند نباشد. یعنی قناعت پیشه کردن و دارایی خود را برای بهبودی عائله خود صرف کردن اساس پیشروی و بلند گردیدن درجه زندگی هر ساکنی کشور می باشد. در این روز مبارک با شکرگزاری از امن و امانی مملکت و دولت و دولتداری ملی امان با نیت سعادت و نیکبختی هر یک ساکن تاجیکستانی عزیز آرزو می نمایم که بگذار این سرزمین سرسبز و آباد ما و مردم شریف و سربلند آن از همه گزند و آفتها در امان باشد. فرارسی عید سعید قربان را بار دیگر به همه شما هموطنان عزیز و کل هموطنان برون مرزی امان تبریک گفته برایتان خانه آبادی و سربلندی، تندرستی و فراخدستی و سعادت روزگار می‌خواهم. عید سعید قربان مبارک همدیاران عزیز.